خودمون و کمالات برسیم، سعادت داریم و دست بیاریم. البته رو بیاریم و زندگی کنیم، رو بیاریم و احترام لازم کنیم. اگر انسان استادش را دوست ندارد، دانشمندان را دوست ندارد، آیا میتواند علم منفعتدار برای مردم کسب کند؟ البته این محبت بین شاگرد و استاد است که شاگرد میتواند که عالم شود، دانشمند شود، متخصص شود. زیرا که تمام عبادات، معاملات، معاشرت، همه چی دارند نیاز به چی دارند؟ نیاز به علم و دانش دارند. هر انسانی که برای رسیدن به علم و دانش کوشش کند، هر آینه هم به کمالات میرسد، هم به سعادت میرسد، هم یک زندگی خوش و زیبا